رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان. برادران عزیز، یک عبادت مهمی در آستانه یک عبادت مهمی هستیم. کمر همت را ببندیم. در طول همه این سال گناه کردیم، در طول همه این سال اشتباهاتی داشتیم و معصیت‌هایی از ما سر زده، کوچک بزرگ سالنگاری کردیم. دعایی است که ماه رمضان ماهی است که در این ماه، در این عبادت عظیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند دخل رمضان، و ماه رمضان داخل شده است. هذا رمضان قد جاءکم، آمده شهر مبارک، بسیار ماه مبارکی است. فرض الله علیکم صیامه، الله این روزه اش را بر شما فرض قرار داده که قبل از اینکه بیاید خودتون آماده بکنید، طور کارهای خودتون را تنظیم بکنید که عزیزان من در طول این 11 ماه ما باید برای این یک ماه که سراسر رحمت است، برای این همه کارها را فشرده بکنیم، تنظیم بکنیم، بیاییم علاوه از این که ماه رمضان را روزه‌اش را روزه دار باشیم، قیام ماه رمضان را، شب‌های ماه رمضان را زنده نگاه داریم با تلاوت قرآن، با تلاوت تفسیر قرآن، با اجتماعات دینی، با اینکه بیاییم در این یک ماه خودمون را وقت مایه بذاریم، وقت بذاریم که کلام الله را بشنویم، معناش را بدانیم. ولو اینکه در تراویح، در قیام اللیل بخشی از عبادات قرآن را میشنویم اما معنایش نمیدانیم. برای اینکه معنا و مفهومش را بدانیم، ایمان ما تقویت بشود، تطهیر بشود، قوی بشود، کامل بشود، بیاییم تفسیر کلام الله را در شبهای این ماه رمضان چنان وقت را تنظیم بکنیم، کلاس بگذاریم، با محبت، با شوق، با دغدغه تشنه کلام الهی باشیم، تشنه اعمال ایمانی باشیم. بیاییم اینجا این شبها را زنده نگاه داریم.